یو گایز چطور بچه همین کیوکسر هستم. به ویدیو من خوش اومدید. از میخوایم چند تا از کدهای ماینکرافت براتون یاد بدم. تو پارت دوم برات چیزای مسچه بهتون میگم. میریم پلی یه دنیا ایجاد میکنیم. خب من اینجا ویدیو قطع میکنم تا بریم دنیا ایجاد کنیم. خب دوستان من دوربین چهره از اینجا بالا شد راحت تر ببینید. خب بذارید یکم بازی اجرا بشه. الان من 4 تا ویدیو بزرگ گذاشتم، 3 تا هم دنبال کننده دارم یا لطفا ازم دنبال کنید. تو کامنت هر سوال داشتید برام بگید، منم براتون آموزش رو بذارم یا هر بازی چی خواستید براتون بذارم. چون مثلا بعضی بازی تصویرش شما نمیتونید اجراش کنید، میترسید، ولی به من میگید من اجراش کنم. خب اول بریم اینجا. خب اول چیزی بهتون بگم اینه، این چشم که اینجا میبینید همون عوض شدن صفحه 3 بعدی 2 بعدی یا اینا. خب میریم به تنظیمات، سمت ستینگ میایم پایین. خب میایم پایین، این قسمت تاتس نوشته ها این دست ماست اینجا میبینید. خب میرید اینجا، میای پایین. خب اینو میزنید، این گزینه نوشته شو کامرا پرسپکتیو بوتون، اینو چیکار میکنید؟ این چشمه بیاد. حالا به آموزش کامل آوردن کامل بلاک میاد به اینجا، مینویسید باید 100% اینو بذارید. این چی اینجا میبینید مینویسید give، یعنی دادن give ادساین پی برای شما، ادساین پی بنویسید برای شما میاد کامنت از این خط بزرگ بلاک، کامنت بلاک بعد رو میذارید کامنت بلاک اومد. دیدید این نمیتونید تو این قسمت ها پیدا کنید، اصلا نیست، فقط کد. ناید اینجا مثلا یه رمزم بهتون بگم چه خوش بگذارید، سومون لیکتنین بولد، عکس اینو بگیرید چه یادتون نره. خب ببینید بدین که پایین اینو میزنیم، ببینید یه رازم براتون بگم چی خیلی رازم بلدم، اینم بگم چه بلد باشین. اول یه دونه گیتی برمیدارید، یه دونه آدم برفی درست میگه. خب گیت رو روش نجاتارید میاد پایین، کلاشو برمیداریم. دیدید؟ اگه از ویدیو خوش من سابسکرایب هم کنید و کانال رو برای دوستاتون معرفی کنید، ازم حمایت کنید. هر سوال داشتید تو کامنت برام بگید، من آموزش رو براتون بذارم و هر بازی تصنیش نمیتونید اجراش کنید به من بگید، این بازی رو من نصب کنم اجراش کنم چه شما حال کنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.